با سلام و عرض ادب خدمت هم‌میهنانم در سراسر جهان به یکی دیگر از برنامه‌های با هنرمندان از تلویزیون میهن و از تلویزیون HRC و بر روی آیفون ها در سراسر جهان خوش اومدید. یک جمعه دیگه و یک هنرمند دیگه در منازل شما. برای اینکه این هنرمند رو معرفی بکنم احتیاج دارم یک مقدار گسترده تر هنرمند امشب رو گسترده تر در صحنه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نیز کاری ایران وارد بشم. امروز دعوت کردیم، نمیدونم واقعا باید با چه به اصطلاح تیتری از این انسان فرهیخته و استثنایی نام برد. امروز دعوت کردیم از خانم اکرم منفرد آریا. اکرم منفرد آریا اولین خلبان زن ایران، یکی از سیاسیون سوئد که تا حد یا درجه پارلمانتری در سوئد پیش رفته، یک شاعر با کتاب‌های متعدد و یک نویسنده ایرانی و سوئدی. از همینجا به خانم اکرم منفرد آریا خوش آمد میگم. به تلویزیون میهن و تلویزیون HRC خیلی خوش اومدید. بفرمایید. با عرض سلام خدمت شما و تمام بینندگان شما در تمام دنیا. با سپاس از اینکه به قول معروف یادی از ما کردین و این برنامه رو ترتیب دادین. با آرزوی شادی و موفقیت برای شما من در خدمت هستم. تشکر میکنم. خانم آریا برامون بگید که اگر من راحت با شما صحبت بکنم بگم که خودتون به خودتون چه تیتری میدید و کدوم تیتر رو بهتر از همه دوست دارید، چه خواهید گفت؟ بفرمایید. من یک زن ایرانی هستم که به وجود تمام زنها افتخار میکنم، مخصوصا زنایی که واقعا جایگاه خودشون رو در دنیا شناختن، مخصوصا زنای ایرانی. بنابراین من یک مادر هستم، یک زن هستم و خب کارهایی هم کردم که بهشون به قول سوئدیا خوشحال هستم، اما هنوز راضی نیستم چون به اون درجه‌ای که میخوام نرسیدم. بله، امروز میخوایم با حضور خانم اکرم منفرد آریا تک تک این رشته ها و کارهایی که ایشون از ابتدای زندگیش کرده سری بزنیم و این رو سمبل و نشانه زن ایرانی که از گذشته های دور زیر سلطه استبداد و دیکتاتوری مرتباً سرکوب شده ولی هیچ وقت از پای ننشسته نشون بدیم که زن ایرانی چه کارهایی میتواند بکند. خانم آریا برامون بگید که شما در کدام شهر و کجای ایران متولد شدید و در کجا به مدرسه و دبیرستان رفتید؟ بفرمایید. من اولا خوشحالم که به قول معروف نیمه من آذری هست و نیمه دیگرم تهرانی. من پدرم آذری بودن و مادرم از تهران بودن. در تهران متولد شدم چون پدر من بعد از تحصیلاتشون در کشورهای مختلف به عنوان آرشیتکت به تهران برگشته بودن و اونجا با مادر من آشنا شدن و ازدواج کردم و نتیجه این ازدواج من بودم، اولین نتیجهش. در هر حال من در تهران به دنیا اومدم و بزرگ شدم. مدارسی که طی کردم، البته من چون یکم بچه شیطونی بودم که بعدها کارام نشون داد که روح آرامی نداشتم، تو دبیرستان بودم که عاشق شدم و ازدواج کردم و حرف خودم رو به کرسی به قول معروف نشوندم. به پدر مادرم گفتم یا ایشون یا هیچ کس دیگه، یا الان یا هرگز. هرچی پدرم گفتن درس تموم نشده، شوهرم گفت من شوهر آیندم، ایشون چون مرد بسیار فرهیخته و تحصیل کرده بودن، گفتن که من قول میدم که این درسش رو بخونه و همینم شد. من 15 سالم که تموم شد ازدواج کردم. بعد دیگه پشت هم تا 19 سالگی من 3 فرزند داشتم، ولی در همین زمان که تا فرزندانم به دنیا می آمدن
من کورس‌ها و دوره‌های مختلفی رو گذروندم. تا 25 سالگی من 5 فرزند داشتم، ولی دبیرستانم رو تموم کرده بودم، وارد دانشگاه آزاد شده بودم و تحصیل میکردم. همزمان بچه هامو بزرگ میکردم، به کارهای دیگه میرسیدم و خیلی هم از زندگیم راضی بودم، موفق بودم، خوشحال بودم، تا اینکه پسر کوچیک من 2 سالش که تموم شد به شوهرم گفتم دیگه خونه و کافیه. تا الانشم تو خونه نبودم، به کارهای مختلف میرسیدم، کورس‌ها و درس و مدرسه و اینا، ولی گفتم من باید برم کار بکنم. که استخدام بیمه ایران و امریکا شدم به عنوان مشاور و کنسولت در بیمه، مشاور آموزش در بیمه ایران و امریکا به کار مشغول شدم. بعد با بیمه تهران و بیمه البرز همکاری میکردم. بعد از اینکه یه مقدار موفقیتام بالاتر رفت، من برای خودم یک دفتر شخصی بیمه زدم، یعنی کار شخصی بود گرفتم. بعد مشغول کار بودم و در ضمن وقتی که یک شب ما در منزل نشسته بودیم داشتیم تلویزیون نگاه میکردیم، یه برنامه پخش شد که 2 از خواننده های ما پرواز میکردن. اینها همه تبلیغی بود، من اون زمان نمیدونستم، بعدها فهمیدم. من برگشتم به شوهرم گفتم ببین اینا دارن پرواز میکنن و من اینجا نشستم. همینجا نگهدارین خانم آریا جانم بفرمایید. به این بخش خواهیم رسید، من میرم تو این بخش و صحبت میکنیم. برامون بگید که موقعی که شما شاغل شدید و توی بیمه مشغول به کار شدید، بچه ها رو توی خونه کی نگه می‌داشت؟ بچه ها رو چون کودکستان میذاشتیم، صبح میبردم میذاشتم، بعد مدرسه ای شده بودن 1-2 تاشون. من 5 تا بچه داشتم که این 5 تا فرزند من، بزرگترینشون 11 سال، کوچکترین به اصطلاح 9 سال، اینا اختلاف سنی دارن از بین کوچیک تا بزرگه. چند تا دختر چند تا پسر؟ من 1 دختر دارم و 4 پسر. برای بینندگان ما بگید که فرزندان شما در کجا الان هستن و به چه کاری مشغولن؟ فرزندان من 2 تاشون در کانادا هستن و 3 تاشون در سوئد. تمامشون هم تحصیل کرده هستن، به کارهای مختلف مشغولن، مثل رشته های خوبی هم کار میکنن، به اضافه این که خب همسر و خانواده و من 2 تا نوه کوچولو هم دارم البته. بسیار عالی. پسرانتون در چه رشته‌هایی مشغولن و دخترتون؟ پسرای من در کار کامپیوتر تحصیل کردن، رشته‌های کامپیوتر بعد کار میکنن در شرکت‌های خصوصی و برای دولت. دخترم هم که خب تحصیلات عالیه دارن، ایشون هم کار میکنن برای دولت کانادا. اون یکی از پسرامون که الان اینجا نیستن، در کانادا هستن، اینجا رشته فوق مهندسی ماشین تکنیک رو خوندن، بعد رفتن به کانادا و مشغول کار شدن. بسیار عالی. تشکر میکنم تا اینجا و میریم با بینندگان تلویزیون میهن و HRC ویدیو کلیپی رو میبینیم که تنظیم و تهیه شده توسط پسر خود خانم اکرم منتج آریا هست و نشون دهنده زندگی جدید ایشون بعد از خاتمه کار در بیمه و وارد به مسئله پرواز خلبانی. بفرمایید.
تشکر میکنم از خانم اکرم منفرد آریا و ویدیو کلیپ زیبایی که دیدیم کاری بود از آقای علی صادقیان پسر خانم اکرم منفرد آریا که هم متخصص در امور کامپیوتر و هم موسیقیدان و نوازنده سازهای مختلف هستند. خانم آریا لطف کنید برامون یه مقدار راجع به این CD و راجع به علی عزیز و کارهای فرهنگی ایشون هم برامون توضیح بدید. بفرمایید. خواهش میکنم. علی فرزند اول من هستش. بله. یار و همکار و مشاور و دوست خوبی هم هست برای من. ما با هم همکاری زیادی داریم. علی به غیر از تحصیلات خودش که مهندسی کامپیوتر هست و برای دولت کار میکنه، به کار موزیک علاقمنده، به سازهای مختلف ایرانی و خارجی آشنایی کامل داره. خودش آهنگ میسازه، شعر میگه، تنظیم میکنه و خیلی از آهنگاشو خودش، یعنی آهنگا رو خودش میخونه. خیلی از شعرها رو خودش گفته. از شعرهای منم در این CD که داده بیرون استفاده کرده و این CD الان در جاهای مختلف، در آمازون مثلا، خیلی جاها رو سایت ها هستش که برای فروش هستش. به اضافه این که علی الان عضو هیئت مدیره اتحادیه موسیقیدانای سوئد هستش. بسیار عالی. من از همینجا از علی صادقیان دعوت میکنم که در برنامه فرهنگی ما
حتما شرکت بکنه، با ما تماس بگیره، از طریق مادرش هم تماس نگیره اشکالی نداره. قبول داریم. و ازش رسما دعوت میکنم که در برنامه‌های ما و برای ارائه هنرش اینجا حتما شرکت داشته باشه. خانم آریا لطف کنید برامون بگید که اون زمانی که شما متوجه شدید یا علاقمند شدید به این که میخواید وارد کار پرواز و خلبانی بشید، کی بود؟ چه حسی بود و چجوری شروع شد؟ بفرمایید. جناب نوید، میدونین شما که همه میگن ما بچگی علاقه داشتیم، ولی واقعا این علاقه، این یه واقعیته، این یه علاقه مخفیه، یک استعداد مخفیه در ذهن تمام انسان ها، هر راهی که پیش میگیرن. حالا یکی اینو میارتش جلو، ظاهرش میکنه، یکی به همون صورت نگاتیو توی به اصطلاح پس کله به قول معروف نگهش میداره در ناخودآگاهش. دقیقاً. من از بلندی از بچگیم نمی ترسیدم. وقتی تاب سوار میشتیم، تابای اون موقع اینقدر پیشرفته نبود، یه تناب بود روی 2 تا درخت میبستن، یه بالش هم میذاشتن و ماها رو تاب میدادن، مخصوصا تو باغات کرج که میرفتیم. من ترسی از این که بلندتر تاب بخورم نداشتم. ولی خب یه روزی بعد از این که من 5 فرزند داشتم و کار میکردم، نشسته بودیم پای تلویزیون. تلویزیون یه برنامه تبلیغاتی داشت که بعدها من فهمیدم این تبلیغ بوده و واقعیت نداشته. 2 تا از خواننده های ما داشتن با هواپیما میپریدن. با هواپیما یادتون از کی بود؟ نه اسمشون رو نمیخوام بگم، در مورد اونا نمیخوام صحبت کنم، برنامه متعلق به منه. چون اونا هیچ وقت در مورد دیگری صحبت نمیکنن، فقط خودشونو مرکز قرار میدن. به هر حال من وقتی دیدم که خواننده های ما دارن پرواز میکنن، برگشتم به شوهرم گفتم نگاه کن، 2 تا خواننده دارن پرواز میکنن، من اینجا نشستم. ایشون پرسید تو علاقه داری؟ چون هیچ وقت جلوی منو برای هیچ کاری نگرفت، همیشه مشوق من بود، بسیار تشویقم میکرد، میگفت برو امتحان کن، اگر موفق شدی خب چه بهتر، اگه نشدی لااقل امتحان کردی، تا ابد حسرت نمیخوری که ای وای کاش که کرده بودم این کارو. دقیقاً. به هر حال این فلسفه ایشون بود و منم ازشون ممنونم. در هر حال من برگشتم گفتم آره من علاقه دارم. گفت خب برو دنبالش. این حرف ما بود در شب. فردا صبح من پای تلفن نشستم، به هر کجا که شما بگیم من زنگ زدم، رادیو، تلویزیون، مطبوعات، بالاخره گیر آوردم باشگاه هواپیمایی شاهنشاهی. زنگ زدم اونجا، با جناب افشارتوس، سرهنگ افشارتوس که مدیر مسئول اونجا بودن صحبت کردم، قرار گذاشتم. شب شوهرم اومد، گفتم فردا قراره بریم اونجا. همیشه اینجوری میشد، چقدر سریع تو. بعد میدونیم به من چی میگفت تو نادرشاه مؤنثی، هر کاری که میخوای بکنی سریع انجام میدی. من میگفتم اگر بذاری فکری بمونه میخوابه، این حس، این علاقه بین میره، باید سریع دنبالشو گرفت. به هر حال ما رفتیم باشگاه هواپیمایی شاهنشاهی، با جناب سرهنگ افشارتوس صحبت کردیم، ایشون خیلی استقبال کردن. اما خب بعد گفتن ای وای تو 5 تا بچه داری. گفتم چه اشکالی داره، با وجود بچه هم آدم میتونه خیلی کارا بکنه. به هر حال ایشون به من گفتن تو اول برو با هواپیمای گلایدر پرواز بکن، اگر دیدی نمیترسی و کارا خوب پیش میره بعد بیا برای هواپیمای با موتور. من رفتم به دوشان تپه، اونجا هم جناب سرهنگ واسقی و تیمسار قمقانی که مسئول باشگاه بودن استقبال کردم. من پریدم با یکی از معلمان یه پرواز کوتاه. بعد که اومدیم پایین پرسیدم خب چطور بود؟ گفتم من نترسیدم که هیچی، عشقم بیشتر شد. همین شد باعث شروع کار من طی 3 ماه براتون بگم 50
به پروازهای گلایدر میگن سورتی، چون به ساعت نمیرسه. 50 بار با هواپیمای گلایدر من فقط تنها پرواز کردم، بقیهش همه با معلم بود. و من اونجا گواهینامه گرفتم، آمدم به قلعه مرغی. در قلعه مرغی هم مورد استقبال جناب سرهنگ وکیل مظفری قرار گرفتم. بهترین استاد باشگاه رو در اختیار من گذاشتن، یعنی منو سپردن دست ایشون. بعد پرواز کردم 14 ساعت پرواز با معلم و پرواز مستقلم. اولین پرواز مستقلم اگر توی سایت من نگاه بکنین شما، به نام آریا نقطه SE به سوئدیش باید، به انگلیسی. اونجا مراسمی هستش که دارن آب میریزن سر من. این یه رسم خاص بود. من توضیح میکنم از اتاق فرمان که یه مقدار از تصویرهای خانم منفرد آریا رو که در زمینه شروع کار خلبانی هست و این که همین که الان توضیح دادن، عکس هایی که دارن برای ایشون با سطل آب میریزن رو نشون بدید و برامون توضیح بدید خانم آریا الان که فرهنگ آب ریختن با سطل بر روی خلبان ها چراست و چرا خدمت شما، یعنی این در انتهای کار خلبانی صورت میگیره و اینکه این رو هم توضیح بفرمایید برای ما که شما با تئوری های این چه میکردید، چون ابتدا خدمت شما خب ابتدا با تئوری های پرواز چه میکردید؟ آیا به شما این تئوری ها رو هم آموزش میدادن و بعد پرواز، یا اینا توأم با هم بفرمایید؟ اینا توأم با هم بود. از همون اول یه بریف ما داشتیم، توضیح میدادن، بعد پرواز میکردیم، بعد میآمدیم. ما کلاس‌های زمینی بسیار سختی داشتیم که تمام تئوری هواپیما رو باید بشناسیم، کارهاش رو بدونیم. بعد برای همینم درست مثل گواهینامه رانندگی که شما تئوری میخونین امتحان میدین، ولی این امتحاناش واقعی بود برای اینکه با جون آدم سر و کار داره. به هر حال نه، کلاس‌های تئوری و پرواز در اصل میشه گفت همزمان بود. ساعت‌های زیادی وقت روی تئوری بود، 1 ساعت پرواز بود. بعدش هم که من با هواپیماهای مختلف پرواز کردم. البته در مورد آب ریختن شما سوال کردید. اولین پرواز مستقل که شما بدون مربی پرواز میکنید، مربی توی برج یا بیرون با این به قول معروف تاکی واکی ها نشسته صحبت میکنه و شما پرواز میکنید و بر میگردید میایید به زمین میشینین. اون وقت اون موقع است که توی امریکا من شنیدم که میندازن این بچه ها رو توی استخر، ولی ما چون استخری در قلعه مرغی نداشتیم، اینا با سطلای آب می آمدن استقبال. در 2 حالت داره. یکی این که اون غروری که به شما دست میده، شما نمیدونین چقدر آدم به خودش مغرور میشه. بله. برای اولین بار شما تنها رفتید رو آسمون. بنده خدمتتون عرض بکنم که من هم این دوره خلبانی دیدم در سوئد، خدمتتون عرض کردم دوره‌های در چیز هست در جنوب سوئد این برنامه ها انجام میشد. من هم با هواپیمای سسنا اینها پرواز کردم و البته سالهای گذشته. ولی میدونی که چه احساسی به آدم دست بله دقیقاً. اینجا اساساً روی کسی آب نمیریزن، مخصوصا چون هوا سرده. احتمال این که طرف سینه پهلو بکنه اصلا یک زمستون باشه. اینجا باید آتیش بریزن. بله بفرمایید. بله، این آبی که فلسفهش اینه که در وهله اول اون غرور رو از آدم بگیرن. میگن طرف مثل این که آب سرد ریختن سرش، اون حالت غروری که به آدم دست میده با این سرمایی که به بدن آدم وارد میشه فراموش میشه. به اضافه اینکه مقدم به اصطلاح خلبان رو، این دانش آموز خلبان رو به روی زمین با ریختن آب گرامی میدارن. نمیدونم فلسفهش چی، ولی فلسفه بسیار جالبیه. اما من 1 هفته سرما خوردم. چون قلعه مرغی بود، ماه مهر بود، سرد بود. بله دقیقاً. این انسانسازی با آب هم فلسفه خودش رو داره، میتونه خدمت شما مورد نقد قرار بگیره
و میتونه خدمت شما مثلا موثر باشه. روی زمینه‌های فلسفی که خانم منفرد آریا صحبت کردن. میریم یکی از ویدیو کلیپ های دیگه خانم منفرد آریا رو میبینیم و باز میگردیم به استودیو. با ما باشید. تشکر میکنم از خانم اکرم منفرد آریا و دوست داشتم سوال بکنم که اینجا عکس های بسیار جالبی رو دیدیم، خاطر انگیز از دوران های گذشته و بانویی که با تمام مسئولیت هایی که خانواده بر دوشش گذاشته، اما از فرزند، شوهر، کار خانه، کار بیرون، میره و خدمت شما ارشد یک همچین پرشی رو واقعا در زندگی خودش انجام میده و در کنار افرادی قرار میگیره که واقعا این دغدغه ها رو با خودشون ندارن. خیلی از خلبان های ما در اون زمان، همون هایی که دور شما وایستادن و دارن روی شما آب میریزن، شاید اصلا حتی هم سر ندارن یا خدمت شما ارشد خانواده به این صورت با 5 تا بچه ندارن و مسئله شوهرداری و اینها. به شما بسیار تبریک میگم به عنوان یک نمونه بارز زن ایرانی که میتونه خیلی خیلی کارها بکنه. شما محبت دارین، خیلی ممنون. ولی باز من گفتم من هنوز راضی نیستم، من به اون جایی که میخواستم برسم نرسید. اون رو دیگه تقصیر شما، من میدونم. اجازه بدین من بذارم به عهده یک رژیم سرکوبگر به نام جمهوری اسلامی که اجازه نداد هیچ کدوم از ماها در رشته هایی که میخوایم و اونطور که میخوایم واقعا ثمر ثمر در جامعهمون باشیم. ما از فرزندانتون صحبت کردیم، ولی از شوهر عزیزتون و اینکه ایشون با این فکر باز و اینقدر خدمت شما زمینه ساز برای شما، یه مقدار از ایشون، کار ایشون برامون بگید، به چه اتفاقی برای ایشان افتاد؟ بفرمایید. ایشون وکیل پایه که دادگستری بودن. بعد خب خیلی محترم، خیلی سرشناس، ولی متاسفانه بعد از انقلاب، یعنی انقلاب که نه، بعد از این شورشی که به پا شد، چون این انقلاب نبود، بعد از این شورشی که به پا شد زندگی ما از هم پاشید، یعنی زندگی تمام خانواده من از هم پاشید و مشکلاتی که پیش اومد و بگیر و به بندایی که پیش اومد و نمیدونم مصادره اموال و این و اون. بعدش هم که جنگ پیش اومد، پسر بزرگ من در جنگ بود بین ایران و عراق. بعد از 7 ماه که در جبهه در خط اول مشغول انجام وظیفه بود، نه به عنوان پاسدار، به عنوان سرباز وطن، ولی در هر حال وقتی که اومد به خونه دیگه برای مرخصی اومده بود، من دیگه نذاشتم این برگرده و فرستادمش به خارج از کشور که اومد و بعد اومد به سوئد. بعد فرزندای دیگه من اونام در خط بودن، مشمول یا ممنوع الخروج، اونها رو هم از راه کوه و دره به قول معروف راهی سفر کردم. بعد رسید نوبت پسر کوچیکم که 11 سالش بود، اون موقع 11-12 سالش بود و من اومدم که پسرم رو بفرستم به سوئد پیش برادراش
که مجبور شدم 4 ماه به دلایل خاصی که اون افرادی که باید اینا رو بفرستن پیش آوردن، مشکلات زیاد. من اینا رو همه رو تو کتاب خاطراتم نوشتم. بعد که من برگشتم، اون زمانی بود که عراق هم تهران رو بمبارون میکرد و اینا. البته شاید من در اثر بمباران چیزی نشدم، ولی به طور کلی وقتی من برگشتم دیدم ایشون از دنیا رفتن و روز 7مشون بود، سکته کرده بودن. برای اینکه مشکلات زندگی اینقدر زیاد شد و دوری و جدایی از خانواده و فرزندا و هیچ امیدی هم نبود که بتونه به این راحتی و به این زودی بتونه بیاد بچه ها رو ببینه. به هر حال ایشون به این طریق از دنیا رفتن و بعد از اون من دیگه جایی تو ایران نداشتم. من و دخترم هم از ایران خارج شدیم، اومدیم که من اومدم به این. یادشون زنده و مسلماً اثراتی رو که یک چنین پدری بر روی کل خانواده و پسرانش و دخترانش و اعضای خانواده‌اش داره، اینها پخش فرهنگ یک جامعه و پخش تاریخ یک جامعه هست. حضور این افراد همیشه محسوس هست. برامون خانم آریا بگید که بعد از اینی که اومدید به سوئد، اینجا چه کردید؟ اومدید در تبعید به هر حال یک رژیم در قدرت اسلامی سرکوبگر ارتجاعی کودتا کرده بود واقعا و اومده بود نشسته بود سر قدرت و آزادی را از مردم گرفته بود، به سرکوب زنان پرداخته بود، به سرکوب جنبش ها پرداخته بود، به سرکوب آزادی پرداخته بود. و شما به عنوان یک فردی که با چنین پشتوانه محکمی واقعا به عنوان یک زن ایرانی بلند شده بودید، شما رو هم از همدیگه پاشونده بود و خانواده شما مجددا اینجا تحت کاردانی های شما مجددا کمر راست کنه. اینجا به عنوان یک زن باز چه کردید؟ بفرمایید. من روزی که آمدم اینجا با دست خالی اومدم، چون هر چی که داشتیم گرفتن. من چیزی نداشتم. اومدم اینجا یه مدت کوتاهی کلاس‌های زبان رفتم و تمام آرزومم این بود که وارد دانشگاه بشم و رشته وکالت بخونم، اما دیدم نمیشه. اگر بخوام دنبال اون کار برم، بچه‌ها و زندگی تمام از بین خواهد رفت. در نتیجه با گرفتن قرض، یعنی من اول رفتم یه 2 ماهی شب تا صبح کار کردم در کارخانه نانوایی در کشور سوئد. من شب تا صبح فقط کارم این بود که نون توی پاکت میذاشتم، به دلیل اینکه نمیخواستم بشینم از دولت اینجا پولی بگیرم و نمیخواستم که سربار این جامعه باشم و نمیخواستم بچه‌هام از من یاد بگیرن یه چیز دیگه ای رو. بعد از اینکه من کار کردم تو اون کارخونه که خیلی هم افتخار میکنم بهش و هیچ شرمی هم ندارم که به کسی بگم اینو، حتی تو کتابم هم نوشتم، بعد تونستم از بانک قرض بگیرم و یک رستوران کوچیک خریدم در شهر یونشوپینگ که پیتزا و کباب و اینها داشتیم. 9 ماه تموم من این پیتزریا رو گردوندم دست تنها. البته بچه ها می آمدن بعد از مدرسه شب و کمکم و بالاخره زبان رو کامل نمیدونستم. در موقعیتی هایی که وقت داشتم میرفتم کتابا رو می آوردم جلو دستم، از مشتریان میپرسیدم این لغت معنیش چیه، اون چیه. چرا؟ چون من وقتی نکردم که زیاد اینجا برم دنبال تحصیلات عالی. به هر حال بعداً البته ادامه دادم، این خدمتتون گفته باشم. 9 ماه من اون رستوران رو داشتم و خوشبختانه از نظر زندگی رو آمدیم، تونستیم زندگیمون رو ادامه بدیم. ولی چون دیگه من از اون شهر خسته بودم، رستوران رو فروختم و خودم رو منتقل کردم به استکهلم و در استکهلم من مشغول کار شدم، استخدام شدم و همزمان درس میخوندم که اینجا به فولک یونیورسیتت رفتم، به دانشگاه مردمی میگن چی میگن، بله اونجا درس خوندم. ولی خب من باید کار میکردم، باید بچه ها رو مواظبشون بودم، چون بچه ها دیگه وارد دانشگاه شده بودن. البته خب شما میدونین اینجا بچه ها قرض تحصیلی میگیرن، امکانات مثلا مالی اینجا زیاد آنچنانی نیست که بگیم یه پدر کار بکنه یا یه مادر خرج بچه ها رو بده. ولی من دوست داشتم یک زندگی برای بچه ها بسازم.
یک مینیاتور از اون چیزی که اینا در ایران داشتن، ولی موفق شدم خوشبختانه. بعد دیگه به این صورت من کار میکردم و رسیدیم به اینجا که بچه ها دیگه دونه دونه از پیش من رفتن و زندگی خودشون رو تشکیل دادن. حالا یا دوست دختر بود یا ازدواج بود، هرچی، به هر حال بعد دیگه اینها به زندگیشون رسیدن. من هم به رشته های دیگه پرداختم. تشکر کنم، خیلی ممنونم. و میریم از اتاق فرمان یکی دیگر از ویدیو کلیپ های خانم منفرد آریا رو میبینیم و باز میگردیم به استودیو. با ما باشید. بیا تا لیلی و مجنون، بیا تا وامق و عذرا، بیا شیرین و هم فرهاد هم باشیم. بیا برپا کنیم از نو فسانه، که ماند باقی از ما در زمانه. منم فرهاد و دارم تیشه ای در دست، چو اینک بی ستونی نیست، من این تیشه زنم بر ریشه جانم. بسازم نقشی از رویت میان سینه سوزان، ولی هیهات ولی هیهات، تو چون شیرین خرامان بگذری بر من، چپاولگر کنی غارت همه هستی من یکسر. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد. گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر، مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی، ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی، مایه نقد بقا را که زمان خواهد شد. ماه شعبان منه از دست قدح، کین خورشید از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. گل عزیز است، گل عزیز است، غنیمت شمریدش صحبت، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. مطربا مجلس انس است، غزل خوان و سرود، چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد. حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود، حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود، قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد. تشکر میکنم خانم اکرم منفرد آریا برای اشعار زیبایی که در این برنامه ارائه میدید و اینکه میخواستم ازتون بپرسم کار شاعری رو از کی شروع کردید؟ آیا در ایران هم شعر مینوشتید یا تبعید یک وجه این قضیه است برای اینی که احساساتی که در ایران جا گذاشتید یا در اینجا شروعش کردید رو با زبان شعر برای مردم بازگویید؟ بفرمایید. خواهش میکنم. من از سن خیلی خیلی کوچیکی می نوشتم، ولی بعداً زمانی که بچه هم داشتم مدرسه میرفتم، شبانه درس میخوندم، این بر اون بر تا صبح میشستم، یواش یواش شروع کردم به نوشتن. شعرهای اولیه‌ام رو در ایران نوشته بودم، مطالب اولیه‌مو در ایران نوشته بودم. بعد از اینکه به تبعید آمدم، زندگی در تبعید یه فاصله انداخت بین نوشتنهای من، ولی بعد شروع کردم 2 مرتبه. وقتی نوشتم
دیدم این نوشته ها با اون نوشته ها در یک ترازو نمی گنجن. اون نوشته های قبلی تمام از عشق و شاعری رمانتیک، از هوا و فضا و آفتاب و جاده و این و اون میگفت، ولی اینجا تمام شد تبعید، بدبختی و اینا. ولی به طور کلی من اینا رو داشتم با خودم که از ایران آورده بودم، بقیهش رو هم نوشتم و سال 1998 به جایی رسیدم که یک شبه فکر کردم من باید این نوشته ها رو جمع و جور کنم و به چاپ برسونم. آپریل 1999 اولین کتاب من به نام پژواک عشق به زبان فارسی هستش در سوئد به چاپ رسید. یعنی 14 سال قبل در اصل بله. این کتاب هستش، نمیدونم تصویر درست. تصویر بسیار خوبی داره. بله، پژواک عشق. این کتاب خوشبختانه با اینکه به زبان فارسی بود مورد توجه سوئدی‌ها قرار گرفت. سوئدیایی که من میشناختم که در سطح فرهنگی بالا کار میکردن و خانومی بودن که سوئدی که الان هم جزو دوستای خیلی صمیمی من هستن. ایشون واقعا تشویق کرد منو، روزنامه خبر کرد برای مصاحبه، برنامه معرفی کتاب برای من در کتابخونه ها گذاشتن و این حالت باعث شد که من تشویق بشم. به اضافه اینکه یکی از مجلات ایرانی در اون زمان در سوئد از من خواستن که مدیریت قسمت فرهنگی اون مجله رو در دست بگیرم و نوولا یا شعرهایی که از دیگرون میاد من تنظیم بکنم برای اینا یا تایید بکنم بفرستم. همین این چون خود منم باید یه چیزی می نوشتم شروع کردم به نوشتن، ولی به خاطر مسائلی رابطه من با اون مجله قطع شد، یعنی تمامش کردم خودم. بعد اون چیزی رو که نوول شروع کرده بودم برای نوشتنش ادامه دادم، شد سرگذشت پری. یعنی یک داستان یا یک نوول کوتاه از یک داستان ایرانی. بله، از سرگذشت زن بدبخت و بیچاره و تحت ستم زن ایرانی. و این کتاب تموم شد، یعنی به فروش رفت، خیلی استقبال شد. البته خب در جامعه ایرانی فارسی زبان ها سوئدی ها نمیتونستن بخونن، ولی من برنامه‌های خیلی زیادی داشتم در طی تمام این سالها. همیشه معرفی کتاب یا جاهایی دعوت میشم برای سخنرانی، همیشه صحبت میکنم. لطف کنید برای ما اینجوری بگید که تا به حال چند کتاب فارسی؟ 4 کتاب فارسی من دارم. یکیش طعم تنهایی و غربته. بله. و یکیش هم شاپرک ها دلتنگ پرواز در باغن. بله. اینا 4 کتاب فارسی من هستن. آیا شما به زبانهای دیگری هم کار ارائه دادید یا منتشر کردید؟ بله. من تو همین کتابای فارسیم تو کتاب طعم تنهایی و غربت 1-2 تا شعر انگلیسی و سوئدی دارم. بعد به خاطر اینکه خودم رو و موقعیت رو به هر نحوی که شده، حالا یا با شعر یا با داستان، به سوئدی ها و به خارجی زبان، یعنی خارجی هایی که سوئدی زبان هستن در سوئد معرفی کنم و فقط خودم رو محدود جامعه فارسی زبان ها نکنم، شروع کردم به نوشتن سوئدی و تا الان من 15 تا کتاب به چاپ رسوندم که یکیش انگلیسی هست. بله. به نام A Song of Love. بله. بعد 4 تاش فارسی هست و بقیهش به سوئدی. کتاب و این شعر سوئدی هستن؟ نه، همشون شعر نیستن. من این کتاب پری رو همین قسمتی رو که به فارسی چند تا از کتابای سوئدی رو نشونمون بدین. بله حتما. کتاب پری رو ترجمه کردم، بقیهش رو هم به سوئدی نوشتم، به سوئدی ترجمه کردم و بقیهش رو هم نوشتم، به نام فرار از جهنم ایران به بهشت سوئد. که این فلیکتن فرون هلوتت ایران تیل پارادیست سوریه. بعد این کتاب به جلد دوم رسید و تموم شد
و خوشبختانه در سال آینده به صورت کتاب سخنگو به بازار عرضه خواهد شد. این کتاب دیالوگ هست، مونولوگ هست، شعر هست، به چه صورت هست؟ نه، این رمانه. این رمان هست. این رمان از سرگذشت زن ایرانی عرض کردم. کتاب پری رو که سرگذشت زن ایرانی بود من به این صورت به سوئدی تبدیلش کردم، با قسمت دومش که این زن از ایران با بچهش فرار میکنه و میاد به سوئد. به هر حال بعد کتاب‌های شعر من هیملن هار اینگا گرنسر، آسمون هیچ مرزی نداره، دقیقاً شعر هستش. بله. بعد یک رام خالی تن توم رامن، بله. شعر هستش، اینا سوئدی هستن. بعد اسماکن av variatider، ببخشید، variatider، لحظه های تلخ، اینم به سوئدی هستش. بعد لیوتس وگ، جاده زندگی، این هم به سوئدی هستش. بعد من کتابی نوشتم به نام آناهیتا، این از روی واقعیت سرگذشت یک زن ایرانیه. بله. به تراژدی خیلی بدی ختم میشه. این کتاب به چاپ دوم رسید و تموم شد و در کانادا به انگلیسی ترجمه شد و چاپ شد. بعد کتاب خاطرات پسرم رو نوشتم، خاطرات زندگی پسرم، اینجا هستش، به نام علیز هیستوریا. بله. سرگذشت علی. بله، اسمش علی هستش و خب سرگذشتش رو من به نام خودش نوشتم، علیز هیستوریا. بله. بعد کتاب خاطرات خودم رو نوشتم که این کتاب البته 12 سال برای من طول کشید. بله. من تمام مدتی که این کتاب رو می نوشتم هی گریم می گرفت، بغضم می گرفت، اعصابم خورد می شد، می ذاشتم کنار، کارهای دیگه می کردم، کتابهای دیگه می نوشتم، تا بالاخره 2 سال پیش به خودم گفتم به هر طوری شده باید اینو تمامش کنی. این کتاب در 600 صفحه هستش. بله. به نام en lyckad landning på säker mark، یک فرود مطمئن به روی موفق به روی زمین مطمئن. بعد این کتاب هم در کانادا به انگلیسی ترجمه شده و چاپ شده. بسیار. و بعد در این کتاب من تمام زندگی خودم و تاریخ ایران و بعدش هم کارهایی که خودم انجام دادم. این کتاب پر عکسی که عکس هایی که به خصوص من با سیاستمدارای سوئد دارم، عکس هایی که در جاهای مختلف گرفته شده و بعدش هم که خب همونطور که میدونین، به اضافه این که من در کتاب های اینا رو دست جمعی نشون میدم، در کتاب های بسیار زیادی به صورت به عنوان گلچین شعر در جاهای مختلف شعرهای من، مطالب من به چاپ رسیده یا مصاحبه هایی با من شده، از جمله در این کتاب و در یک کتاب دیگه که باز در مورد زنان بوده در سوئد که اونجا هم با من مصاحبه کردن چاپ شده. لطف کنید برامون بگید که شما با شرکت انتشاراتی مشخصی کار میکنید یا این؟ نه، من خودم ناشر خودم هستم. خودتون ناشر خودتون هستید و از کمک هزینه‌های شورای فرهنگی سوئد هم استفاده میکنید؟ نه، هزینه‌ای به من تعلق نگرفت، ولی من شما تقاضا کردید؟ من تقاضا کردم و متاسفانه ولی استیپندیه گرفتم به عنوان چی میگن از من چون اتحادیه نویسندگان سوئد هستم. من توضیح بدم برای خیلی ها که از من هم سوال میکنن در رابطه با چگونه میشه کمک هزینه گرفت. اینکه دولت سوئد، یعنی شورای فرهنگی سوئد، یک بودجه‌ای داره که این بودجه رو میده به وزارت فرهنگ سوئد، یک بودجه سالانه تعیین میکنه و این بودجه رو میده به شورای فرهنگی سوئد، یعنی کلتور رودت بخشی داره در رابطه با نویسندگان تبعیدی یا نویسندگانی که از کشورهای دیگه اومدن و حق چاپ و نشر در کشور خودشون رو ندارن. این پولها در اونجا هست و نویسندگانی که در سوئد زندگی میکنن میتونن خدمت شما تقاضای بودجه بکنن
اگر شرکت انتشاراتی پشت جریان قرار داره یا خودشون حتی به عنوان شرکت انتشاراتی هستن و از حقوقی در اونجا برخوردار بشن. و دیگر نیست اینکه اگر شما عضو اتحادیه نویسندگان سوئد باشید، اتحادیه نویسندگان سوئد دارای یک صندوقی هست به نام فورفکتور فوند. در این صندوق به نویسندگان سوئد حقوق‌های 1 ساله، 2 ساله، 5 ساله و مادام العمر میدن. بسته به این هست که نویسنده چند سال فعالیت کرده و به اون به همون اندازه به اصطلاح حقوق نویسندگی میدن. نویسنده‌ای هستن که به صورت مادام العمر تا زمان که بازنشسته بشن پنسیون خدمت شما حقوق بسیار خوبی برای کارها و فعالیت فرهنگیشون میگیرن، یا اینکه هر 5 ساله یا هر 3 ساله یا 2 ساله بهشون حقوق تعلق میگیره. ولی راحتی نیست آقای نوید، جان راحتی نیست. تقاضا باید بدین، باید اون هیئت مدیره تصویب بکنن. مسلماً این کارا رو کردم. مسلماً اینها همه خدمت شما تحت یک شرط خاصی است و از پارامترهای بسیار دقیق سیاسی نیز برخورداره. میشه خدمت شما ارشد حساب کرد با توجه به این که نویسنده چقدر فعالیت اجتماعی یا فرهنگی و ادبی در داخل سوئد داره. حالا از شما استیپندیه گرفتم. من چندین بار استیپندیه گرفتم و 3 بار هم در خانه نویسندگان سوئد در یونان، این به عنوان به اصطلاح نمیدونم اسم بورس تحصیلی میشه چی میشه، به هر حال من 3 بار هم در خانه نویسندگان سوئد بودم که به کارام ادامه بدم. اما کولتور رود که شما گفتین، اون شورای فرهنگی، اونها تقاضاهاشون خیلی بالاست و خیلی مشکل وارد شدن. من همه این کارا رو کردم. به هر حال من خوشحالم که اگر کمکی نداشتم ولی تونستم تا اینجا بیام. یعنی من به امید اینکه بشینم حالا تا یه روزی اتفاقی بیفته نشستم. بسیار. من اگر تقاضا بکنم از خانم اکرم منفرد آریا که یک شعر از شعرهای فارسیشون که به دلشون نزدیکتره و میخوان این رو ارائه بدن به بینندگان تلویزیون میهن و تلویزیون اشارسی، برای ما امشب به صورت زنده اجرا بکنم. خواهش میکنم. بفرمایید. اجازه بفرمایید من از کتاب پژواک عشقم بله بفرمایید یه شعری رو خدمتتون ارائه میدم. امیدوارم که مورد توجه قرار بگیره. جستجو. به هر شهری گذر کردم، به هر سوی نظر کردم، نشان از روی زیبایت ندیدم. دو چشمت آن چراغ پرتو افکن را به شبهای سیاه و راه تاریکم ندیدم. ز هر چشمی نشانی از تو می جستم، نشان از قامت و رخسار زیبایت و از آن لبهای خندانت، از آن موی سیاه قیرگونت که چون ابر سیاهی سایه بر چهره تو افکنده. تو را در سایه روشنها به هنگامی که خورشید آن فروغ آسمانی به مانند تو ای خورشید جانم، تو ای ماه درخشانم که رخ برتافتی از من زار. تو را در حاله از نور بر بام افقها، تو را در سبززاران جستجو کردم. تو را همراه انبوه کبوترهای عاشق به مانند عقابی تیز پرواز، تو را چون تک درختی در بیابانها به سان موج بی پروا میان دشت آبی آب که گسترده است بر دامان دریاها مجسم می نمودم من، ولی هرگز نشان از روی زیبایت ندیدم. تشکر میکنم. مرسی. شعر بسیار زیبا و این که زن ایرانی که در پهنه خانواده دارای 5 فرزند، شوهر و مسئولیت خانوادگی است، به حرفه خلبانی و پرواز رو میاره. در درون کشوری زندگی میکنه که سرکوب اسلامی بی نهایت بر روی زن مضاعف فشار میذاره، بچه هاشو میزنه زیر بغلش
به خارج میاد به عنوان یک زن و نمونه یک نویسنده ایرانی اینجا باز طلوع میکنه با کتاب‌های متعدد، شعرهای متعدد و به زبان‌های مختلف، فارسی، سوئدی، انگلیسی، و در این پهنه باز سرآمد میشه. اکرم منفرد آریا باز آروم نمیشینه، به پهنه سیاست نزدیک میشه، میره عضو حزب سوسیال دموکرات سوئد میشه. من تقاضا میکنم از اتاق فرمان که اینجا عکس‌های اکرم منفرد آریا رو به عنوان بانویی که میره تا سطح نماینده پارلمان در سوئد انجام وظیفه میکنه نیز نشون داده بشه تا برگردیم و صحبت‌هایی بکنیم در رابطه با زمینه‌های سیاسی که اکرم منفرد آریا در سوئد به انجام رسونده. با ما باشید. ز تنهایی فغان کردم، تو را بینم درون بسترم هر شب، میان خواب و بیداری. تنت گرم و لبت خندان، من و شادی و شیدایی. ز تنهایی فغان کردم، تو گشتی یار این شب‌های تنهایی. ز تاریکی برآشفتم، جدا کرده مرا یادت ز سرمای زمستانی. تو پرتو افکن شب‌های تاری، تو روح افزا و گرم و بخش، تو خورشیدی، تو تابانی. لطیف مخمر آوای گرمت، دهد شادی به جان ناتوان. بوسه گرم، خندان لب و شیرین و گرم، سر می نهم بر سینه‌ات تا بازوان عاشقت در بر بگیرد پیکرم. آغوش گرم و ناز تو قصریست از امواج نور، در می نوردم کهکشان با بوسه های گرم تو. نازک خیالی های تو روحی دوباره می دهد بر این دل شوریدم. من تو این کتاب و به این ترتیب بود که خانم اکرم منفرد آریا با توجه به اینکه در زمینه سیاسی وارد جامعه سوئد شده بود، وارد حزب سوسیال دموکرات و تا انتخابات یا منتخب پارلمان سوئد نیز پیش رفت. یک مقدار در مورد این برامون توضیح بدید و اینکه چه کارهایی رو در این رابطه صورت دادید تا بریم به سوال بعد. بفرمایید. خیلی کوتاه، زمان زیادی هم نداریم. بله، من اول حزب فول پارتی رو انتخاب کرده بودم، حزب مردم رو. بعد سوسیال دموکرات ها منو از اینا دزدیدن، آوردن تو خودشون، چون دیدن در من اون گنجایش و ظرفیت هست برای فعالیت های زیاد. به هر حال بعد من به عنوان کاندید برای مجلس و شهرداری انتخاب شده بودم که متاسفانه چون رأی زیادی نیاوردم به عنوان هیئت ژوری در دادگاه استکهلم انتخاب شدم. 4 سال در اونجا فعالیت داشتم و در این مدت که من با حزب سوسیال دموکرات کار میکردم افراد بسیار سطح بالا و وزرای زیادی رو دیدم، صحبت میکردیم در مورد وضعیت ایران، سفرهای زیادی داشتم به خارج از کشور از طرف حزب، مخصوصا به پارلمان اروپا. و این فعالیت ها بود تا زمانی که من یواش یواش احساس کردم که سلامتم داره به خطر میفته. در نتیجه یکم کنار کشیدم به دلیل اینکه من در انجمنهای زیادی در جاهای مختلفی خیلی فعالیت داشتم. چند انجمن رو خودم پایه‌گذاری کرده بودم و در ایمیگرانت اینستیتوت هم من به عنوان رئیس هیئت مدیره نویسندگان خارجی در کل سوئد 4 سال فعالیت کردم. بعد دیگه از حزب اومدم بیرون که بعدن هرچی هم از من صحبت کردن، تماس گرفتن، میخوای بیای؟ گفتم نه، من از دور هوادار هستم، رأی میدم ولی دیگه به اون صورت فعالیت نمیتونم بکنم. من به دلیل این وارد حزب سوسیال دموکرات شدم که دیدم من اینجا از کارگری شروع کردم و زندگی کارگر و کارگری رو به قول معروف طعمش رو چشیدم
به اضافه اینکه دیدم این حزب حزبیه که سوئد رو ساخته. سوسیال دموکرات ها در 100 سال پیش سوئد رو از فقر مطلق به این جای رسوندن که الان به عنوان یکی از پیشرفته ترین و ثروتمندترین کشورهای دنیا به حساب میاد، به اضافه اینکه بی سواد اصلا ندارن و خیلی چیزهای دیگه، خیلی امتیازهای دیگه. به خاطر همین من به سوسیال دموکرات ها پیوستم. الانم که از اونا به اصطلاح جدا شدم، ولی خودم رو از اونا جدا نمیبینم، هستم. هرچی در سوئد اتفاق میفته برای من به همون اندازه اهمیت داره که در ایران اتفاق میفته. بله دقیقا. من میخواستم اینجا خدمت همیهنانم در سراسر جهان عرض بکنم که رژیم جمهوری اسلامی و آخوندها ادعا کرده بودند که چه جای سرشکستگی اگر ما رئیس جمهوری داشته باشیم که این رئیس جمهور زن باشد و این رئیس جمهور حامله باشد و بعد نمایندگان کشورهای خارجی بیان به دیدار رئیس جمهور حامله. نوع تفکر عقب مانده و قرون وسطایی این رژیم پسمانده ماقبل تاریخی باعث این شد که هزاران هزار و میلیون ها زن ایرانی واقعا از تمام مزایایی که میتونست جامعه ایران رو صدها سال به جلو پرتاب کنه محروم موند. از افرادی مثل اکرم منفرد آریا در سطوح بسیار بالای اجتماعی و اینکه اکرم ها نشون دادن که در هر زمینه‌ای که وارد بشن سر آمدن، اگر در خانواده با 5 فرزند، اگر در تحصیل در دانشگاه، اگر در پرواز با هواپیما، به عنوان یکی از تنها زنانی که راه نشون میده به زنان دیگه، اگر نه در تبعید و در غربت و در تنهایی و در نانوایی یا در انتخابات نماینده مجلس و یا به عنوان یک نویسنده سرشناس سوئدی ایرانی در کشوری بیگانه که واقعا باید از صفر شروع کرد و به اینجا رسید و امروز باز در صحنه دیگری، در صحنه فرهنگ و نقاشی. خانم آریا، من از تقاضام اون تابلویی رو که کنارتون هست و جایزه بهش تعلق گرفته اون رو در جلو دوربین برای بینندگان تلویزیون نشون بدید. یکی از کارهای فرهنگی خانم منفرد آریا که دارای جایزه هم هست. دیده میشه؟ بله مستقیم همینجور راست بگیرید. بله یکی از کارها و نقاشی‌های خانم اکرم منفرد آریا، نویسنده، نقاش، خلبان، کارگر نانوایی، مادر و یک تبعیدی ایران. شرم بر رژیم جمهوری اسلامی. به هر حال آقای نوید، متاسفانه هر کشوری، من اینو اخیراً توی یکی از مصاحبه هم گفتم، مصاحبه رادیویی داشتم، گفتم وقتی شما نتونین در خونتون رو ببندین هر کسی میتونه واردش بشه. وقتی شما نتونین از اموالتون مواظبت بکنین هر کسی میتونه اونا رو بدزده. و کشور ما رو دزدیدن. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه تنها اون رژیم خود نبود که مردم هم کمک کردن. مردمی که نفهمیده، نسنجیده، نشناخته قدم برداشتن و هنوز هم حاضر نیستن کنار بیان با خودشون که آقا جان بس دیگه، بسه. ولی به هر حال امیدوارم روزی برسه که اون وطن، اون کشور، اون ملت آزاد بشن و به ترقیاتشون برسن، به ترقیات بیشتری برسن. من اینجا در مصاحبه های زیادی در رادیو تلویزیون سوئد و روزنامه های سوئد شرکت میکنم، سخنرانی های زیادی دارم برای سوئدی ها و همیشه هم میگم، همیشه هم گفتم، هیچ وقتم شرمنده نبودم از اینکه یک ایرانی هستم، ولی من خودم رو متعلق به ایران الان نمیبینم. من همیشه میگم من از پرشیا میام. وقتی میگن ایران میگم آره. میگن چرا نمیگی ایران؟ میگم برای اینکه من بگم ایران شما 34 سال رو در نظرتون میاد، ولی وقتی بگم پرشیا میره به 2500 سال پیش. بنابراین ما این نبودیم که شما الان میشناسین، ما خیلی کسا بودیم، خیلی چیزا بودیم. به هر حال به امید اون روز من در تلویزیون سوئد اینجا در یه مسابقه
غذا پختن هستش به نام حلوا تاهوس میل که در این جاهای دیگه به نام بفرمایید شام. من اینجا شرکت کردم. برنده غذای ایرانی رو من اینقدر خوب پخته شده بود که سوئدیا برندش کردن. البته من دست پختم خیلی خوبه، اینم بگم. برنده شد و همه میگفتن وای یه ایرانی برنده غذاش برنده شد. و این برای من خیلی جالب بود که فرش ما، گربه ما، غذای ما و همه چیز برای خارجی ها شناخته شده است، ولی به خودمون که میرسه فوری ما رو میبرن زیر عبا و عمامه و چادر که ما اون نیستیم. البته در هر حال تشکر میکنم خانم فرداریا از توضیحاتی که دادید. مشخصا در جوامعی که دیکتاتوری از هر رقمش حاکم هست درها همیشه بسته است. جامعه آزاد جامعه‌ای هست که از نمایندگان خودش یعنی مردم خودش حمایت میکنه در رشته‌های مختلف و این استعدادها رو به نمایش میذاره و اجازه میده رشد بکنن و این استعدادها جامعه رو بسازن. امروز جامعه ایران در بند بمب اتم، در بند سرکوب و کشتار و تروریسم خاورمیانه، در بند زدن توسری هنوز به زنان روی چادر و چاقچور و خدمت شما عرض لچک و جهان در انتظار این که یک آخوند شیاد دیگری مثل حسن روحانی بیاد و باز با مماشات شاید در و دریچه‌ای رو به روی مردم ایران و به روی جهان باز بکنه و صلح رو به مردم جهان عرضه بکنه. ما همیشه گفتیم آن کسی که میخواد با جهان صلح بکنه ما براش دست میزنیم، بفرمایید. واقعا اون کسی که بخواد بره با اروپا و آمریکا به صلح برسه ما براش کف میزنیم، میگیم بفرمایید. ولی اول هم این رو میگیم که آن کسی میتونه با جهان به صلح برسه که با مردم خودش، با اکرمها، با نویدها، با تمام آحاد مردم خودش به صلح رسیده باشه، ها رو به آزادی رسونده باشه و بعد دست همکاری و دوستی با جهان بده. اگر نه این دستی که از زیر عبا دراز شده همیشه یک دست تروریستی و یک دست سرکوبگرانه است که بایستی با همت جهانی واقعا از میون برداشته بشه تا مردم ایران به آزادی و صلح و نویسندگان و هنرمندانی که مانند خانم اکرم منفرد آریا این همه پایداری و مقاومت و این همه هنرشون رو به جهان عرضه کردن و زن ایران رو نشون دادن، باز هم نشون بدن. خانم اکرم آریا تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه فرهنگی ما در این جمعه و به امید دیدارتون در آینده باز هم در این برنامه با کارهای جدیدتون و با اشعار زیباتون. از اتاق فرمان تقاضا میکنم که در همین رابطه تابلوهای دیگری رو از خانم اکرم منفرد آریا پخش بکنن، نشون بدن و نیز آخرین شعر اکرم منفرد آریا رو از تلویزیون میهن و تلویزیون HRC میبینیم. آخرین کلام و خداحافظی با شما خانم آریا. باده ناب مست و خرابم خراب، باده نابم شراب. گرمی لبهای تو خواب ز چشمم رو بود، نرمی حرفای تو عقل ز مغزم زدود. چهره خندان تو شبنم صبح روی گل، سرخ و سفید در افق وقت غروب صبح زود. لاله دشت جنون ماهی الوند رود، ماه درخشان به شب شادی و شور یه جشن. این همه وصف تو بود در چمن و خیلی ممنون، سپاسگزار، بی نهایت سپاسگزارم از صمیم قلب برای شما و دوست گرامیتون در اتاق فرمان. آرزوی موفقیت و پایداری دارم. برای ایران آزادی و سرفرازی آرزو میکنم. برای مردم میهنم آزادی و روزهای خوب آرزو میکنم. به امید روزهای خوب و روز شما خوش. تشکر میکنم خانم اکرم منفرد آریا و به امید دیدار تا جمعه آینده ساعت 8 شب به وقت اروپا، ساعت 22:30 به وقت ایران
ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس، 14 به وقت کانادا و 2 صبح مالزی. روزهای جمعه با ما باشید با برنامه با هنرمندان. بدرود.